اینا دوستان عزیز تورت میدوی که ما تیار شد. انم خیلی اکراشت کردم. این تورتا برای روز تولد دخترم کردم. دخترم 9 ساله شد. انم تورتا کردیم. دوستان عزیز اگر شما دا محقول شده باشه میتونه که زکاز کنه. شما دا میپزم. شرکت برای هوسمند گردانیدن کارمندان تحفه‌های بهترین گذاشته است. تحفه‌ها از مکافات‌های پولی سرکرده تا автомاشین و زیارت خانه خدا یعنی حج، همچنین خانه یک حجرگاه در شهر دوشنبه است. و برای به دست آوردن تحفه‌های شرکت شما به شرکت ابونه می‌شوید، همراه خود باز 2 نفر دیگر را می‌برید. این 2 نفر شما همراهشان باز 2 نفر می‌برند. همین گونه کار خودش پیشرفتن می‌گیرد. بعداً شما می‌بینید که الکی در زینه‌های بالا قرار دارید و نصیب کرده باشد این تحفه‌ها نصیب شما می‌گردد. باز هم تکرار می‌کنم برای معلومات پورا درباره شرکت فهمیدن مرحمت رقم‌هایی که در اکران هست نویسید به شما می‌فهمونند. درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر. مادر برات بمیره قربان خان بنازه، خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازه. من علم سرایم با مهر و غم گساری میبوسمت بسد ناز عطر بهشت داری. منی زندگیمی هم پاکتر ز ماهی، ای کاشکی نبینم داغ تو را الهی، ای کاشکی نبینم داغ تو را الهی. خوابت پر از فسانه
ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه، تو جانی جانی مادر. مادر برات بمیره قربانی خوابی نازم، خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم، خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم. خطا کردم خطا استغفر الله، ببخشایم خدا استغفر الله. ندانستم هوس با من چه ها کرد، نمود است و جدا استغفر الله. شدم دور از در رحمانی تو، کجا رفتم کجا استغفر الله. به کار و بار دنیایی گرفتار، به حق خود جفا استغفر الله، به حق خود جفا استغفر الله. شدیم آغشته با فرهنگ غربی و سنت را رها استغفر الله. نبارد قطره‌ای باران خدایا، سبب اعمال ما استغفر الله. نداریم با کم خود ما قناعت، طعام ما ربا استغفر الله. نباشد الفتی با خویش و اقوام، چه شد صلح و صفا استغفر الله. نبویی از صداقت در سخنها، نماد عهد و وفا استغفر الله. شده غیبت به هر مجلس چه شیرین، که این هم شد غذا استغفر الله، که این هم شد غذا استغفر الله. برادر با برادر کینه دارد، به جان هم بلا استغفر الله. نه حرمت بر پدر یا مادر خیش، نه شرمی نه حیا استغفر الله. درون ما شده چون سنگ و آهن، و ظاهر چون طلا استغفر الله. ببین بازار رمالی چه غوغاست، به هر خانه عزا استغفر الله، به هر خانه عزا استغفر الله. چرا ما بر گناه اصرار داریم، نمیدانم چرا استغفر الله. خدایا رهنمایی کن تو ما را، چه ها کردیم چه ها استغفر الله، چه ها کردیم چه ها استغفر الله. یک پدر نزد من آمد، گو بچم یک نصیحت برای مردم برسان. بسیار گریه کرد، قامتشم خم عصا دارد. گو بچه جانم، من گو 3 بچه خوب دارم، صاحب مال. گفت همین خدا رحمت کند همسرم گفت از دنیا گذشته است. یک روز گفت همین همسرم از من یک خواهش کرد، گفت که ما بچه های خوب تربیت کردیم، چی می شود که این بچه ها را دعوت کنی، یک مصلحت کنی، تو پدر هستی، ما را حج روان کنم. گفت من آمدم فرزندام الهیده دعوت کردم، گفتم بچه جان همین مادر شما آرزوی حج دارد، چی می شود ما در همین زندگی قدر برای شما محنت کردیم، شما یک مصلحت کنی ما را حج روان کنی. میگه فرزند کلانی گفت
من حالی نو تجارت سر کردم پول ندارم. فرزندی دوم گفت من حالی پولم در بانک موندگی است گرفته نتونستی استادم. فرزندی سوم گفت که شما پیر شدید یک قوت حج ندارید. او بسیار دلم از فرزندان ناراحت شد. خاندانم آمدم. همسرم گفت که با فرزندان مصلحت کردی؟ میگم من نخواستم که دل همسرم بماند. گفتم بله مصلحت کردم. وعده دادن که موسم حج آمد شما را حج روان میکنیم. گفت موسم حج آمد، نفرایی که پدر و مادرش دوست می‌دارد نقشه ها کشیده دوادو دارند. این همسرم دید است که از فرزندا صدای نیست، در فراق خانه خدا شبها میگریست است. من نمیدانم. یک شب او بیدار میشم بالای سرم همسرم گریه دارد. گفتم چرا گریه میکنی؟ او همین دیلم درد میکنه. گفت صبحگاهان دستی همسر ما گرفتم نزد طبیبا بردم. طبیب زمانی تشخیص کردن گفت بابا جان این کس کی میشه؟ گفتم این همسر مای. او همین دلش بیمار شده است از غم. همین چند دارو نوشت. گفت همینا را در حال خریداری کنید که این مادر این دلش بسیار خطرناک است. گفت دارو خط گرفتم نفقم نمیرسه. فرزند کلانی ما زنگ دادم. گفتم بچه جان همین مادرت بیمار است، چی میشه در همین خریداری دارو یاردم کنی؟ او با یک آوازی دقیق گفت من پول ندارم. گفت خاموش کرد. او فرزندی دوم ما زنگ دادم. گفت مادر بیمار است. فرزندی دوم هم صداش دقل آمد. سیم شب زنگ دادم. گفتم آچتان بیماره، همین دلش درد میکند، نزد طبیبا بردیم چند دارو نوشتن، چی میشه در یک دو دارو عکس یاردم کنی بچم؟ گفت این طبیبا همه دروغ میگن، او آچم بیمار نیست، او شما را آزار میته. او همون چند دارویی که قدرت داشتم خریدم. یک نماز شام گفت در خانه تنهاییم. فرزند کلانی را زنگ زدم. بعد شام او همین خاموش کرد تلفنش. باز زنگ زدم خاموش کرد. سیم بار دو زنگ زدم که هم فرزند خوردین برداشت تلفن برادرش. گفتم بچه جان ای گفت روز ما نتی ما در یک معرکه ایستادیم همراه دوستا، ولی بعدتر زنگ بزن.